کو میکنی؟ من در تلویزیون کار میزنم. خیلی بیشی همونجا کو سر میکنی بیشی. همینجا بشینم. اخبار گفت. پول تو اینمونم. السلام علیکم تماشاگران عزتمند. اینک برنامه تلویزیونی اخبار است که فیلم در استودیو با شما میستر کلی. هفته سپش در شهر دوشنبه در چششون کرده در نزدیکی NVD دو دوست را دستگیر کردند. صدراعظم نجمی و بهرام غفوری ساعت 12 شب بین تظاهراتگری از خانه بیرون شده و خانه عبیدالله سعدالله حمله کردند. عبیدالله سعدالله در حالت مست خواب بوده. از کاسه عبیدالله سعدالله 180 درم، از درون شیفانیر عبیدالله سعدالله چیزهای قیمت بها، دو فیلم مایکا، دو پرکالو، دو پچکه چای، دو پرنسکی و دو ترکانی خونه را زیر کرده گریختند. از این کارها سردار گروه میلیسیا حسن چیلا خبر شده با کارگردان کرپسه جمهوری تاجیکستان خبر داده. کارگردان کرپسه جمهوری تاجیکستان دولتمند خال کرکیبک برده قاسم از این کارها خبر شده. هر دین غارتگرها را دستگیر کرده و درون کاخ برباد بردن. صدراعظم نجمی و بهرام غفوری به درون کاخ برباد برده. صدراعظم نجمیدین زدن تا با قدم خدا و اسم میکنی. ای رو تسیا کدامی ژورنالیست دروغ میگه؟ تو در تلویزیون گپ زده استی تو رو تمام جهان تماشا میکنه. تو دروغ میگی؟ تو رو خلق بدونه چیکار میکنه؟ سنگ شپت میکنه. نخواد ژورنالیست دروغ بگه. چی داره بزنی؟ تو فالبینی دروغ گفته استی.